اگه فکر میکنی نمیتونی انگلیسی یاد بگیری، باید این ویدیو رو ببینی. آموزش زبان خودش سختیایی داره که اگه نتونی خوب شروع کنی ناامید میشی. تو این دوره من از کتاب امریکن انگلیش 5 شروع میکنم به یاد دادن زبان که برای افراد متوسط و مبتدی مفیده. در آخر یه مکالمه کاربردی یاد میدم که میتونی با یاد گرفتن اون مکالمه جلوی همه کلاس بذاری. پس تا آخر با من همراه شو. درس اول، آشنایی یا گریتینگ. گریتینگ یعنی آشنایی. لغات کاربردی درس اولمون چیه؟ بهتون 10 تا لغت میگم، خوب گوش کنید و تکرار کنید. هلو یعنی سلام. های یعنی سلام. تکرار کنید. هلو، های. وقتی به یکی میگیم از آشنایی شما خوشوقتم چی میشه به انگلیسی؟ Nice to meet you. Nice to meet you. توی جواب چی میگیم؟ Nice to meet you too. یعنی منم از آشنایی شما خوشوقتم همچنین. Nice to meet you too. بخوایم از یکی از طرف مقابلمون بخوایم که اسمشو بگه. What's your name? اسمت چیه؟ What's your name? What's your name? توی جواب چی میگیم؟ توی جواب میگیم My name is Reza. For example, به عنوان مثال My name is Reza or I am Reza. یعنی من رضا هستم. Are you in this class? بخوایم از یکی بپرسیم که شما توی این کلاسی. Are you in this class? که جواب میگیم Yes, I am. من هستم. بله من هستم. See you soon. اسم معنی اصطلاحه. به زودی میبینم. See you soon. به زودی میبینم. Goodbye. خداحافظ. Goodbye. لغاتی که الان میگم خیلی قوی‌تر و کاربردی‌تر از لغات قبله. پس لطفاً یادداشت کن. قبل از اینکه بریم یاد بگیریم این ویدیو رو لایک کن. خب لغات کاربردی‌تر و قوی‌ترمون چیه؟ How are you? حالت چطوره؟ How are you? How are you doing? معمولا آمریکایی یه doing به آخر how are you اضافه میکنن. حالت چطوره؟ یا میتونیم به صورت مخفف بگیم How you doing? How you doing? یعنی حالت چطوره؟ توی جواب چی میخواییم بگیم؟ Fine thanks. Fine thanks. یعنی متشکرم. And you. شما چطوری؟ And you. شما چطوری؟
توی جواب چی میگیم؟ Not bad. هی بد نیستم. یا میتونیم بگیم So. هی بد نیستم. پس not bad بد نیستم. این مکالمه ها رو ببینید و معنیشون رو برام بگید. فکر کنید دو نفر هستن، علی و مری، که با هم دیگه سلام علیکم بسید. Hello, how are you doing? Hi, fine thanks. And you? Not bad. مکالمه اصلی کتاب رو ببینیم که دو نفر هستن بین لیزا و هنری که رفتن یه محیطی به نام مدرسه یا دانشگاه که میخوام با هم دیگه آشنا بشن. لیزا میگه Hello, I'm Lisa Sylvia. سلام، من لیزا سیلویا هستم. هنری Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. لیزا میگه Nice to meet you too. یه دونه تو آخرش اضافه که افتادن. درس آینده در مورد Where are you from هست. جلسه آینده با من همراه باشید.